سلام دوستان گل خودم، بچه گل پیج. خوبی بچه ها؟ چه خبر؟ خوش اومدین بچه ها به ویدیویی که ازتون نظرسنجی کردم، ازتون پرسیدم و گفتین راجع به مومو براتون ویدیو درست کنم. بچه ها قبل از هر چیز بی زحمت لطف کنید، منت بذارید سر من. بچه ها برید کانال یوتیوب پدرام NJ بدون هیچ آندرلاینی، خط تیره‌ای، بدون هیچی، پدرام اسپیس NJ سابسکرایب کنید دوستان. حتما با فیلتر شکن درست حسابی برید. حالا فیلتر شکنی که معروفن ترجیحاً که شما رو سابسکرایبر تشخیص بده، این لطف رو بکنید و برای بهتر کردن کارا این کار رو برای من انجام بدید که من هم روحیه بگیرم براتون کار بهتر درست کنم، هم که شما هر ویدیوی من بذارم خبردار بشید. حتما همون زنگوله رو بزنید که از ویدیوهای جدید من با خبر بشید. دوستان چالش مومو که همتون بهم گفتید براتون ویدیو راجبش درست کنم، یه چالشیه که 2 سال پیش این چالش معروف شد و اولم از فیسبوک شروع شد که این چالش شروع شد از فیسبوک و کم کم معروف شد و راشو به واتساپ و اینا باز کرد. دوستان این مومو اصلا واقعیت نداره، یه عروسک یه مجسمه ژاپنیه، یه آدم ژاپنی اینو ساخته که شما حتی عکسش رو اینترنت سرچ کنید یه پرنده مانند کلش این صورت زشت موموه که یه آدمی برداشته اینو ماسکشو داره به صورت میزنه و مردم اذیت میکنه. دوستان مومو خیلی ها به من پی ام دادن، دایرکت دادن، گفتن ما مومو اینستاگرام به ما دایرکت داده، نمیدونم من حساب اینستامو مثلا 20,000 تا فالوور داشته بستم، یکی بهم گفته نمیدونم اگه اینستا بهت پی ام بده و قید اکانت اینستا تو بزنی هکت کرده، نمیدونم فلانه چی، مثلا گوشی تو اینجوری کرده. دوستان اول از همه این که شما تا خودتون اجازه ندید چیزی سمتتون نمیاد. دومی که مومو وقتی بهتون مسیج میده شما صاحب اختیار خودتونید، شما خودتون اجازه میدید که اون بیاد. اصلا اولا که هک نمیکنه، ولی دوما اگه مثلا همچین کاری هم بکنه شما خودتون اجازه دادید که بیاد باهاتون همچین کاری بکنه. شما وقتی جوابشون میدید یعنی دارید اجازه میدید که این کارو باهاتون انجام بده. حالا تو اینستا نمیتونه همچین کاری بکنه، ولی تو واتساپ بهتون پی ام میده، شما بهش درخواست مثلا اجازه ویدیو و اینا میدید، اون به عکس مثلا بعضی از عکس ها دسترسی پیدا میکنه، به لوکیشنتون دسترسی پیدا میکنه، بعد این عکس ها لوکیشن رو برای شما میفرسته، شما فکر میکنید واو این هکتون کرده، بعد تهدیدتون میکنه به قتل و اینا، مثلا میگه اگه این کار انجام ندی من میکشمت. شما فکر میکنید چون این لوکیشن شما رو داره میاد شما رو میکشه. نه دوستان اصلا اینجوری نیست، اصلا هم چیزی واقعیت نداره. خیلی خواستن اینو شبیه نهنگ آبی بازی رو چیز کنن و مثل نهنگ آبی خیلی ها رو به کام مرگ بکشونن، ولی اصلا همچین داستانی پیش نیامد دوستان. الان 2 سال پیش این قضیه تو ایران یه ذره معروف شد و الان دوباره سر که من مقصر خود تلویزیون صدا سیما میدونم که دوباره این داستان رو معروف کرده، سر زبانه نقطه تو اینستا خیلی معروف شده دوباره چالش مومو که اصلا شما برید پیگیری کنید این چالش مومو دوباره الان افتاده سر زبانه به خاطر چند تا بچه دبیرستانی توی جنوب ایرانن، خواستن خانواده هاشون رو اذیت کنن، رفتن پروفایل های فیک واتساپ ساختن با شماره های فیک مجازی، خواستن فامیلاشون رو اذیت کنن، با این مومو اذیتشون کردن و سر به سرشون گذاشتن و مثلا گفتن میکشیم تو اینا. ولی خب حالا دوستان بعضیا گرفتار واقعی مومو شدن. خب واسه اینا راه حل هست. اولا که دوستان مومو وقتی به شمارتون رو بهتون پی ام میده، حالا اصلا کاری بهش نادیده گرفتنش اینه که همون اول توضیح دادم اگه این کارو بکنید خیلی خوبه، کاری به اینا ندارم. نادیده اگه نگرفتید جواب دادید دوستان خیلی راحت میتونید بلاکش کنید که دیگه نتونه چیز کنه. بعد یکی از اذیت‌ها تو مخی ترین کارهایی که این بشر انجام میده اینه که وقت و بی وقت بهتون زنگ میزنه، مثلا ساعت 4 صبح یه دفعه شما گوشیتون زنگ میخوره، وقتی گوشی رو واتساپ جواب میدید این فیلمو کرد
اینو میبینید که داره این براتون تماس تصویر گرفته باهاتون این کار رو انجام میده، بعد حتما هم باهاتون تماس بگیرین. عکسی که الان براتون میذارم اون عکس میاد که اون شکلی میادش و بعد اگه تماس تصویری هم باهاتون بگیره که خودش با اون ماسک میاد و یه ذره عد اصول در میاره و میره. ولی دوستان اینو بدونید نه میتونه باهاتون کاری کنه. اینو من حاضرم بهتون سر جونم قسم بخورم، هیچ کاری باهاتون نمیتونه بکنه، نمیتونه بهتون آسیب بزنه، نمیتونه نمیدونم گوشیتون رو هک کنه، گوشیتون رو بسوزونه. شاید تنها کاری که بتونه بکنه واتساپتون رو مثلا هی شما رو اذیت کنه تو واتساپ. اونم تنها راهش اینه که شما یه بار دیلیت اکانت کنید، یه دیلیت اکانت ساده، اکانت واتساپتون رو دیلیت کنید، دوباره اکانت واتساپ بسازید، تموم شده رفت دیگه، تموم، خیالتون راحت، مزاحمتون نمیشه. اصلا یه چیزی بوده که دیگه کلا بساطش کلا برچیده شده رفته. الان دوباره ملت انداختن سر زبونا، این دوباره تو اکسپلور اینستاگرام قیافه نحسش دوباره معلوم شده و ملت دوباره دارن راجبش صحبت میکنن. دوستان اینو مخصوصا دختر خانمای عزیز که میان دایرکت میدن، خیالتون راحت از طریق دایرکت اینستاگرام نمیتونه اکانت شما رو هک کنه. دختر خانمای گل نمیتونه هکتون کنه و به حسابتون دسترسی داشته باشه، به چتاتون دسترسی داشته باشه. خیالتون راحت، طرفو بلاک کنید تمام دیگه، نه میتونهش غلطی بکنه، به همون دقیقه هم ریپورتش کنید. ریپورت زیاد بشه اینستاگرام پدرشو در میاره. این اشتباهی شما نکنید. شما وقتی جواب طرفو میدید به طرف اجازه میدید که اون کار انجام بده، جوابشو ندید. اصلا بذارید خودشو جر بده اون پشت، خودشو پاره کنه اون پشت، هر کاری بکنه شما اصلا 1000 تا مسیج بده، شما وقتی جوابشو ندید میخواد چه غلطی بکنه، تموم شده رفت. هیچ کاری نمیتونه بکنه، نمیتونه بکشتتون، نمیتونه بیاد در خونه‌تون، نمیتونه اکانتتون رو هک کنه، گوشیتون رو هک کنه، براتون عکس بفرسته، نمیدونم عکستون رو به اینترنت پخش کنه و اینا. اصلا همش الکیه که راجع به این چالش ساختن، خواستن این چالش رو گنده کنن. اصلا همچین چیزی اصلا وجود نداره، واسه بار هزارم دارن میگن. واقعا گول این داستانا رو نخورید. حالا خیلی تو اینستاگرام اطلاع رسانی درست کردن، دمشون گرم، ولی تو اینستاگرام شما خیلی چیزای غلط میبینید دیگه. خودتون فکر کنم به این داستان رو بدونید. تو اینستان نصف اطلاعاتی که شما میگیرید غلط، هم اینستا هم تلگرام، چون خیلی واسه اینکه فالوور جذب کنن این چرت و پرتا رو میگن. نمیدونم مومو اینجوریتون میکنه، مومو اونجوریتون میکنه. مومو هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اگه کسی همچین چیزی داشت که مومو فلان کاریش کرده، بیاد به خود من بگه من همینجا پیج درجا پاک میکنم، اسممو عوض میکنم. مثلا چرت و پرت دوستان. هیچ مومو هیچ کاری نمیتونه باهاتون بکنه. اگه یه موقع به اکانت اینستاتون اینا پی ام داد، بیاد به من بگید، من بهتون میگم چیکار کنید که دیگه نتونه مزاحمتون بشه. تموم شده رفت. به همین راحتی. اینم کل قضیه مومو یه یه آدم مزاحم بیکار الاف، یه نوجوان بیکار الاف که با این کار خواسته مردم رو اذیت کنه. تموم شده رفت. خواسته مثلا یه ذره بخنده پیش خودش دیگه، هیچ چیز خاصی نیست. بازم سوالی بود، من در خدمتتون هستم، بیاد از من سوال بپرسید. دوستان گلم بازم لطف میکنید، معرفت میذارید، مرام میذارید، دستتون درد نکنه. کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید. پدرام اسپیس انجی عکس خودم هست، سابسکرایب کنید. اگه بی زحمت میتونید یه کامنت هم بذارید که شما رو ربات تشخیص نده، آدم تشخیص بده و بتونید که سابسکرایب کنید. دست گلتون درد نکنه. شاکرم شما. پدرام، خدافظ.